ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عيشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عيشة بنت. سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شادی باشد. خوش آمدین همه کسا به کانال ما. با ویدیو امروزه دوستان عزیز، پیش از ویدیو را سر کردن یک مراجعه داشتم، بعدا ویدیومون سر میکنیم. دوستان عزیز، یک اپا بسیار خواهش کردن یک کارابکا بارای کردن 25 کیلو با تاکسی های ازبکستان تاجیکستان. انمی کارابکا را نمیدونم دوستان عزیز، میگن که در گرانیچه ازبکستان فروردگیان. مراجعت ما با انمی تاکسی ازبکستان و تاجیکستان. در بالای کارابکا نام فامیلیا، نامر تلفنی انمی شوهر اپامون نویستگی هستند. با کلا نگرفته استیان تاکسی ها میگن گم شده. 25 کیلو بارای در درونی کارابکا پولنی انمی شامپون و دوخه هم خیلی چیزای قیمتی های پاپوشی و چیزای انمی قیمت بها گرفتگی بودن. دوستانی عزیز، برای مادرجانشون حج سفر داشتین ماه دیگه، برای مادرجانشون آرزو حواس کرده چیزای قیمتی گرفتن. افسوس که به انصافا گرفتن می کارابکا را نابود کردیم. بین خودشان زنگ میزنن میگن نیست خیلی کارابکا با کلا نگرفته استیان. دوستانی عزیز، خاصی یک کس در یک کسی دیگر نصیب نمیکنه، نه در این دنیا نه در آخرت. خواهش میکنیم بر بگردونین کسانی که کارابکا را یافتین. در این همی نمره روی اکران بودن صاحبی بار انهی نمره تاکسی را میمونم. خواهش میکنم بر بگردونین دوستانی عزیز کسی یافت. ای قومی به حج رفته کجایی معشوق همین جاست بیای. دوستانی عزیز، اینجا ما کنفرانس رفته سیم پیشی چیو داریم. هممون سرجم شدیم. زویزده های کمپانی فبای لیگ آمدگی اینجا هممون آمده در کنفرانس اشتراک کردیم. دوستانی عزیز، ویدیوش ما پرتفتگی نبودم. بسیاری باور نمیکنن، بسیاری یک چیزی خوردکک میشمارن. مرحمت تماشا کنین دوستانی عزیز. با زویزده های فبای لیگ واخوردیم و مینداری خدمت به نستونی که خدم منیجر جان میرسانم. رحمت برای همه شما. اینجا همه زنهای تاجیکان دوستانی عزیز، هممون سرجم شدیم. شکرانه خدا. دوستانی عزیز، به حد واخرین نقص گذشت. ما برامدیم دیپلم گرفتیم و از طرف دیرکترامون از طرف زویزده همون به حد خرسان شدیم. دسته های گل گرفتیم. خیلی بگیم در این افتاب گرمی انم خیلی گلایم پش مردک شدن. نصیب باشه سفر رو با طرف های خونه کودکام مونده آمده بودم. این واخری ما یک ماه پیشکی بود دوستانی عزیز. راستی دیگه وقت نشد. کودکام در خانه اپامان توی دوران امجا مونده آمدیم. روزی جمعه بود واخریم. روزی شنبه یک شنبه توی بود. ما آمدم سر و سیمه دیگه خیلی گذروندیم. به هر نقص گذشت کنفرانسیا دیگه اسپیل نکردیم. یگان جا رفته شیشته یگان خوراک خریم همراه. من سر و سیمه خسته آمدم دوستانی عزیز.
دوستانی عزیز این از زیبایی پیسته را بینین آخه چی جای تماشه بینین چه خیلی خشرو و بستگی های اینجا را 6 تا پیسته ها را گفتم کم ترسیم که کنم یک پاکت گرفته آمدم گفتم پختگی هاشا میچینم موزی پختنده دیری بده ممکن یا 15 روز دیگه هسته بینین زیبایی پیسته را بینین آخه اینا بسیاری ها میگن که شما در کجا زندگی میکنین که همسایه‌تون نزدیک نیست اونا قشلاق دوستانی عزیز اینا خونه های همسایه اینه اغلاشونه اونا کریشه تفتیسه او خونه اینا کریشه خونه ما بالا بالای خونه ما همش پیسته زاره اینا دوستانی عزیز پیسته را بینین چخلی که در ویدیوی پیشینه نشان دادم پیسته را چیندم من پختگیاشا کم کمک چیندستم اینا خیلی تماشا بینن تازه یک تاشا چینده درست میبینیم این پیسته های کلام بچینیم درست بینیم که چه خیلی تازه این دخترها مغز پیسته رو بینیم پرشیدگی خیلی پختنده کمونگه این درختی کلانه بالای خونه ده اسمش جریده ای اسمش میخواد بلند کنم میخواد 6 تا سیانکا کردم ایش بستگیه میاره وزمه چی نمیم پیسته همش پختگیه دوستانی عزیز پیش خونم در اسپند بود من خیلی کاک قیبت چیده چیندم یک طرفش کم ترک سوز بود خیلی میسته افتاده کاک میشه این طرفشم من خیلی کاک شده چینده میشه دخترهای خانه های قشلاق ما 1 سال پیشکی در اتریزه چسبانده بوده فقط رنگ بارش ماندگی بود ماهی می اومده می مسکو 6 می ده تا آخرانای می شوهر من اینجا بودن همش هم خیلی ریمو کردن در خانه کلان یک تا کویدار خیلی ای اول ریمو کنیش سیانکا کردم اینجا پدوالای 12 متر پدوالای تاگی خونه و همیشه 280 درازش 12 متر نه خونه اومای بعدی کچوبار مونه آوردن خیلی خانه قشلاق دن میشه اینجا در اوقا نیسته ما این خیلی رنگ بار کردن انا یک قالینی روی خانه را هم نو گرفتیم یک براده تا گرفته اینم خیلی تماشا بینان دخترها همیان نکن این خانه های میشتنی مونه خانه های کودکا یک تا کامنته خودمونه یک تا شای کودکایی حاجی مهمان خانه مونه ما ریمو کردگی نیستیم نصیب و یکم وقت ریمو کردیم با شما را نشونیدیم این کلی دوره همشه خیلی خشرو کرده ریمو کرده خیلی میشه آیسته آیسته
دخترها که ما 3 ماهی همی تابستان قشلاق دا زندگی میکنم دیگه. وقت خانه های رایون دا برای که کودک دا ایجا میخوان دا ایجا مکتب میروند. ما در خانه های رایونمون حضور اشته اینجا فقط همی وقتی کار برده قشلاق مییم. در اولی ویدیو نشان دادم شما ده یک پیسه کلام بود همورا پختک ما چیندم یک لیمچه سفید چید خیلی خوشه ها و برگوش کتی چیندم. بعد ستانو که پیسه کوک نداریم و همین خیلی کودک ها با پوچه هاشو مای کردن اینمی خیلی پوست شید. وقتی که همی وای باشه خندانک باشه پوستش سفید چیدگی باشه خودش جدا میشه. این دیگه هاش که ای پوستشان جدا نشید یا آقا جمعه زمستان در کاخ شوم کودک ها میخرم میاره و جمعه میشوم. چی ای؟ تماشا بینان خونه پدرم آمدم. انارشون از این جای آبی بود دیگره. انارشون از این چخش روشته. خوش رو بسته که همش انو انجیره. انای خورماشون هم بینید. درخت خورماشون هم بسیاره. انارشون انگورشون ببین چقدر روشه. تماشا بینان این پمیدورا را باشه اگرات چنده دستیل آوردم خانه های قشلاق را بانکه کردم. یا 4 تا 2 لیتر زیروای کردم. باید تا شکرها کردم برای زمستانه. بگم کمپوت و وارنی خیلی چیزا کم کردگیم. یا 40 تا کمپوت کردم و وارنی کمی بد کردم امسال. خیلی یکم سال یوزیکه تاجیکستان داریم. خیلی میشه آسته خیلی تماشا بینم. برای زیروای یعنی پمیدورای اودورک خشروی ازی کم ترکشه گرفته زیروای میکنم با کمی دیگرش میمونم. سختروشه برای خوردن و برای شکر نمیخواد. بیاد با مزه خشروی با ایگرو دیگه خیلی. انای سیزونی ماهی سپتامبر ده با باد هوا خیلی سرقین میشه. پمیدورای هم ترشی بد میشه. نصیب باشد تمت خیلی چیزارم ایمی قشلاقا بخره با مزه خشروی. انای بازارو مثلا بکلاش کده میفروشن ای دیگه جوا میارن. اودورای به حد بزیبای میپره با بسیارش. خیلی تازه کردم پمیدورا را. انایشه برای شکرو گرفتم. برای شکروی اینم خیلی دوستانی عزیز. تماشا بینان ساعت 1 اینیا بیتم قدر افتاب گرم. خیلی زیروای مویم تیار شد قریب. مایده جوش دیستای. دخترها ما زیروای ما برداشتم با هم خیلی شکرها انداختم.
камтарак чихеле ки гуфтам دیگه خالی کردیم با کمتر شکر و برای زمستانه اوقا نشیدم دوتا دلیتر شد. تماشا بینان هزار رحمت کلان که با ما بودین تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانتون. خیر.